ماه در آسمان می درخشید و نسیم خنکی که از دور دست می آمد بر صورت می خورد و نفس آدمی را چاق می کرد. غیر از صدای جیرجیرک هایی که خودشان را لابلای شاخه های درخت ها و شکاف دیوارها پنهان ساخته بودند، هیچ صدایی شنیده نمی شد. شب به نیمه های خودش نزدیک شده بود و مردم همگی در خواب بودند، اما ملا هنوز بیدار بود. دستهایش را بالا آورده و همانطور که چشم به تیرهای چوبی سقف اتاق دوخته بود با خدا راز و نیاز می کرد و می گفت: خدایا، ای خدای کریم و بخشنده‌ای که هر چیزی به هر کسی بدهی از دارایی و ثروتت کم نمی شود. چه می شود که 1000 دینار به من بدهی که به زندگی خودم سر و سامان بدهم؟ وقتی دستها و سرش را پایین آورد، لحظه‌ای چشمهایش را بست و با خودش فکر کرد که اگر راستی خدا 1000 دینار طلا برای او بفرستد، چه کارها میتواند انجام دهد؟ برای همین بود که دلش خیلی شاد شد و وقتی سرش را همراه دستها دوباره بالا آورد، با صدایی بلند فریاد کشید: خدایا، 1000 دینار، نه 1 دینار کم و نه زیاد. باید 1000 دینار برایم بفرستی که کار و بارم رونق بگیرد. صدای ملا نصرالدین خیلی بلند بود، به اندازه‌ای که از دیوار اتاق او گذشت و به گوش همسایه‌اش رسید. همسایه ملا کی بود؟ یک آدم پولدار اما خسیس که دوست داشت سر به سر هر کسی بگذارد و با مسخره کردن دیگران وقت خودش را بگذراند. مرد خسیس با شنیدن آرزوی ملا پیش خودش فکر کرد که خوب است نقشه‌ای بکشد و ملا نصرالدین را به قول معروف سر کار بگذارد. با همین فکر 999 سکه طلا را داخل کیسه‌ای کرد، بعد هم پشت دیوار ایستاد و کیسه را به داخل خانه ملا پرتاب کرد. ملا نصرالدین همانطور که با خدا راز و نیاز می کرد، یک مرتبه صدای جرینگ سکه های داخل کیسه را شنید و چشمهایش از حدقه بیرون زد. با خود گفت: چه اتفاقی افتاده است؟ این صدای سکه های طلا که روی هم غلطیده بود واقعیت داشت. آیا خواب میدید یا بیدار بود؟ باید توی حیاط را نگاه میکرد تا همه چیز معلوم شود. ملا در حالی که قیافه‌ای جالب پیدا کرده بود از جا بلند شد و با خودش خیال میکرد که 1 یا چند نفر در حیاط خانه پنهان شدند و مواظب هستند. برای همین بود که وقتی از اتاق بیرون آمد، با چشمهای از حدقه بیرون زدش همه جا را به دقت نگاه کرد. در روشنایی نور ماه همه جای خانه پیدا بود و غیر از چند سایه بلند و کوتاه درخت‌هایی که توی باغچه بودند چیزی دیده نمی‌شد. وقتی نگاهش به کیسه‌ای که درست زیر پایش بود افتاد، ناگهان بر جا خشکید و پاهایش لرزه گرفتند. لب‌هایش تکان می‌خورد و کلمه‌های نامفهوم از میان آنها بیرون می‌آمد. دست جلوی دهانش گرفت تا مبادا صدای ناهنجار و بلندی بیرون دهد. بعد زمزمه کرد: هیچ کس نباید از این ماجرا خبردار می‌شد. خم شد و 2 زانو نشست تا با نرمی انگشتان دستش بتواند کیسه را لمس کند. کیسه پر از سکه بود. ملا با انگشتان هر 2 دستش که لرزه گرفته بود کیسه را محکم فشار داد. صدای جرینگ جرینگ سکه ها از داخل کیسه بهتر شنیده شد. بی اختیار سرش را بلند کرد و نگاهش که به ستاره ها افتاد خدا را شکر کرد و گفت: پروردگارا، باورم نمی شود که به این زودی حاجت روا شده باشم. بعد کیسه را برداشت و به اتاق دوید. چند دقیقه گذشت تا حالش سر جا آمد و توانست کمی آرام شود. حالا او بود و یک کیسه پر از سکه های طلا.
برای اینکه مطمئن شود این کیسه از آسمان برای او فرستاده شده است، در آن را باز کرد و سکه ها را ریخت روی زمین. باید همه آن را می شمرد تا مطمئن شود 1000 سکه هست یا نه. سکه ها را مشت مشت از کیسه بیرون آورد و یکی یکی شمارش کرد. وقتی فهمید یکی از آنها کم است، اول تعجب کرد و وسط سرش را با سر انگشتان دست خاراند. اما لحظه‌ای بعد زیر لب گفت: خدا 1000 سکه برای من در نظر گرفته بود، ولی معلوم است که در شمارش آنها اشتباه کرده است. و سرش را بالا و پایین برد و ادامه داد: خدایا، آن یکی را که کم است نادیده میگیرم. بعد سکه ها را توی کیسه ریخت و گلوی آن را گرفت و خوشحال از جایش بلند شد. همسایه خسیس که میدید شوخی او کار دستش داده و ملا نصرالدین همه چیز را جدی گرفته است، بلند شد و آمد توی کوچه و در خانه ملا را به صدا درآورد. وقتی ملا نصرالدین در را باز کرد، مرد خسیس فریاد کشید: سکه هایم را بده. ملا نصرالدین با ناراحتی گفت: نمیفهمم چه میگویی. کدام سکه ها مرد حسابی؟ مرد خسیس که رنگ از رویش پریده بود گفت: کیسه پر از سکه را من توی خانه‌ات انداختم. زود برو آن را بیاور. ملا نصرالدین در را هل داد و بست و از همانجا که ایستاده بود گفت: عجب آدم نادانی هستی. من از خدا چیزی خواستم و خدا همان را برایم فرستاد. حالا هم نمیدانم تو چه میگویی. مرد خسیس از پشت در فریاد کشید: نزد قاضی میروم و از تو شکایت میکنم. اما ملا نصرالدین که فقط به فکر سکه ها بود، اصلا این حرف او را نشنید که پاسخی به آن بدهد. فردا صبح مرد خسیس در خانه ملا آمد و به او گفت که باید پیش قاضی بیاید. ملا نصرالدین هرچند که آن شب را از خوشحالی زیاد نخوابیده بود، اما برای اینکه شر همسایه خسیس را از سر خودش کم کند گفت: من را از قاضی میترسانی؟ بعد از خانه بیرون آمد و گفت: برویم. مرد خسیس با عصبانیت چوب دستی خودش را به الاغی که روی آن نشسته بود زد و گفت: زود باش که قاضی منتظر ماست. الاغ چند قدم دوید که ملا نصرالدین فریاد کشید: آهای، چه خبره؟ من پاهایم درد می کند و نمی توانم تند تند راه بیایم. مرد خسیس از روی الاغ پایین پرید و با عصبانیت بیشتر از پیش به ملا نصرالدین گفت: تو میخواهی وقت را تلف کنی تا به موقع پیش قاضی نباشیم، اما من از تو زرنگتر هستم. بفرما، تو روی الاغ بنشین و من تند تند دنبال شما میآیم. بعد کمک کرد تا ملا درست و حسابی روی الاغ نشست. وقتی چوب دستی او بر پشت الاغ خورد، الاغ و مرد خسیس پا به پای هم شروع به دویدن کردند. اما هنوز راه زیادی نرفته بودند که ملا نصرالدین افسار حیوان را کشید. وقتی الاغ ایستاد، مرد خسیس جلو دوید و در حالی که رنگ چهرش از شدت ناراحتی سیاه شده بود گفت: دیگر چی شده؟ چرا الاغ را ایستاندی؟ ملا نصرالدین با قیافه‌ای حق به جانب گفت: مرد حسابی، الاغ تند تند راه می رود و باد به بدنم می خورد. بعد چند تا سرفه کرد و ادامه داد: من پیر شدم و ممکن است سرما بخورم. مرد خسیس با مشت توی سرش کوبید و گفت: من باید برای آدم از خود راضی و ناراحتی مثل تو چه کنم؟ ملا نصرالدین باز هم سرفه کرد و گفت: تو که میخواهی من را پیش قاضی ببری، باید فکر اینجایش را هم میکردی. مرد خسیس عبای خودش را از دوش برداشت و آن را روی شانه های ملا نصرالدین انداخت و گفت: این هم عبا که سرما نخوری. بگو ببینم، گرسنت نیست تا نان هم برایت بیاورم، یا تشنه نیستی که کوزه ای آب بخواهی؟ ملا نصرالدین
عبا را محکم به خودش پیچید و سرش را بالا برد تا بگوید چیز دیگری لازم ندارد که الاغ راه افتاد. وقتی به خانه قاضی رسیدند، مرد خسیس که خسته و کوفته شده بود خودش را زودتر از ملا نصرالدین به قاضی رسانید و گفت: جناب قاضی، با هر رنج و زحمتی که بود او را آوردم. ملا نصرالدین با خونسردی افسار الاغ را به چوبه‌ای که بیرون خانه قاضی بود بست. بعد هم آرام آرام وارد خانه شد. قاضی از ملا نصرالدین پرسید: این مرد ادعا می کند که یک کیسه پر از سکه های طلا در خانه تو دارد. آیا حرف او درست است؟ ملا نصرالدین گفت: او دیشب به خانه‌ام آمد و همین حرف را هم زد، اما من نمیفهمم که از چی حرف میزند. قاضی رو به مرد خسیس کرد و پرسید: آیا برای ادعای خودت شاهدی هم داری؟ مرد خسیس با ناراحتی جواب داد: نه، ندارم، اما قسم میخورم که سخنم راست است. قاضی لحظه‌ای سکوت کرد. به نظرش میرسید که مرد خسیس دروغ میگوید. در همان لحظه ملا نصرالدین گفت: جناب قاضی، اگر با من کاری ندارید دنبال کسب و کار خودم بروم که خیلی از روز گذشته است. مرد خسیس جلوی ملا نصرالدین پرید و راه را بر او بست و در حالی که رو به قاضی کرده بود گفت: جناب قاضی، ببینید که او چقدر پررو و بی‌حیاست. حتی این عبای من را هم از دوشش بر نداشته دارد می رود. قاضی با حیرت از او پرسید: یعنی ادعا می کنی که عبای تو بر تن اوست؟ بعد با همان لحن صدا از ملا پرسید: ادعای او درست است یا نه؟ ملا نصرالدین که سعی داشت لبخندش از چشم قاضی پنهان بماند، لب و چانه‌اش را جمع کرد و گفت: جناب قاضی، این مرد هر لحظه یک ادعای جدید و تازه می کند. لابد اگر من بیش از این منتظر بمانم ادعا خواهد کرد الاغی که بیرون خانه بستم مال اوست. مرد خسیس که چشمهایش همه جا را تیره و تار میدید فریاد کشید: آری جناب قاضی، آن الاغ هم مال من است. قاضی با شنیدن این حرف از کوره در رفت و به مرد خسیس گفت: چرا ادعای پوچ و بیهوده می کنی؟ من خودم دیدم که تو با پای پیاده به خانه‌ام آمدی و او با الاغ. بعد از جا بلند شد و با تندی به مرد خسیس گفت: زود از اینجا برو که اگر بیش از این سخن بگویی تو را به جرم دروغگویی و تهمت زدن به دیگران محاکمه می کنم. مرد خسیس از خانه قاضی بیرون آمد. در حالی که چشمهایش گریان و پاهایش لرزان و اندیشش پریشان بود، در همان موقع چشمش به ملا نصرالدین افتاد که جلوی خانه قاضی ایستاده بود و انگار انتظار او را می کشید. خواست راه خودش را بگیرد و برود، اما ملا نصرالدین صدایش زد. مرد خسیس ایستاد. ملا نصرالدین در حالی که افسار الاغ را می کشید پیش او آمد. اول عبا را از شانه‌اش برداشت و به او داد و بعد هم افسار الاغ را به دستش سپرد و گفت: این عبا و الاغت. مرد خسیس که باور نمی کرد ملا نصرالدین چنین کاری کرده باشد خیره خیره او را نگاه کرد و میخواست حرفی بزند که ملا گفت: دیشب من با خدای خودم راز و نیاز کردم و تو که حرف و سخن من را شنیده بودی خواستی سر به سر من بگذاری و مسخرم کنی، اما فکر نکردی که ممکن است من از این شوخی ناراحت شوم. من هم به فکر تلافی افتادم و خواستم با تو شوخی کنم و سر به سرت بگذارم. مرد خسیس کمی حالش جا آمد و لبخندی کمرنگ بر لبهایش نشست و گفت: پس تو میدانی که آن کیسه پر از سکه مال من است؟ ملا نصرالدین خندید و گفت: آری میدانم. بعد به راه افتاد و ادامه داد: وقتی به خانه رسیدم کیسه پر از سکه های تو را خواهم آورد، 999 سکه را. مرد خسیس پرید و
دست ملا نصرالدین را گرفت و بوسید. در همان حال به او گفت چگونه میتوانم از تو سپاسگزاری کنم؟ ملا نصرالدین سر برگرداند و گفت فقط با کسی شوخی کن که با تو شوخی داشته باشد و به راهش ادامه داد. دوستان، اگر از این داستان لذت بردین لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و نظرات خود رو برای ما کامنت کنید. برای گوش کردن به داستان‌های جدید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کرده و زنگوله رو فعال و روی گزینه اول قرار بدید. با سپاس فراوان از همراهی شما.